اگه دنبال روش‌های ساده برای کاهش وزن سریع هستی، این ویدیو مخصوص توئه. اینجا قراره با هم 10 غذای فوق‌العاده برای لاغری رو مرور کنیم. تا آخر ویدیو با من باش. قول میدم مورد شماره 1 تو رو شگفت زده میکنه. شماره 10 جو 2 سر. یک صبحانه عالی پر از فیبر که باعث میشه بیشتر احساس سیری داشته باشی و کمتر سراغ خوراکی‌های ناسالم بری. شماره 9 سبزیجات برگدار مثل اسفناج و کلم. درسته که مثل کباب خوشمزه نیستن و کالری خیلی کمی دارن، ولی ویتامین و مواد معدنی فوق‌العاده به بدن میرسونن و در عین اینکه به شما کمک میکنن تا وزن کم کنید، انرژی شما رو هم تأمین میکنن. شماره 8 عدس. درسته قیافش شبیه استفراغ بچه 6 ماه است، اما منبع پروتئین گیاهی و فیبر بالاست که هم سیر کننده است هم برای لاغری عالیه. حالا تو هی دماغ تو بگیر عق بزن. بالاخره هر که جور فیل خواهد هندوستان کشد. باج به کلت. شماره 7 ماهی سالمون. یکی از بهترین منابع پروتئین و اسیدهای چرب امگا 3. این ماهی خوشمزه علاوه بر تقویت سلامت قلب به بهبود متابولیسم بدن کمک میکنه و باعث میشه چربی سوزی طبیعی بدن سریعتر انجام بشه. یه انتخاب هوشمندانه برای هر رژیم غذایی سالم. شماره 6 ماست یونانی. یه خوراکی ساده اما فوق‌العاده قدرتمند. سرشار از پروتئین با چربی پایین و باکتری‌های مفید برای گوارش، باعث میشه مدت طولانی‌تری احساس سیری داشته باشی و به شکل طبیعی اشتها رو کنترل میکنه. یه انتخاب عالی برای میانو وعده سالم با سبک زندگی فیت. شماره 5 تخم مرغ آبپز. یکی از کامل‌ترین منابع پروتئین طبیعی، سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی ضروری که بدن برای سوخت و ساز بهش نیاز داره. کالری کمی داره ولی حسابی سیر کننده است. یه انتخاب ساده و هوشمندانه برای شروع یه روز پر انرژی. شماره 4 آووکادو. میوه‌ای با چربی سالم و قدرتی که شاید تا حالا ندیده باشی. سرشار از چربی‌های مفید، فیبر مؤثر و مواد معدنی حیاتی برای حمایت از سوخت و ساز بدن و احساس سیری طولانی مدت. با یه برش نرم آووکادو کنار تخم مرغ یا سالاد، یه وعده مقوی و کامل بساز. شماره 3 موز. میوه‌ای ساده اما سرشار از انرژی طبیعی، منبعی عالی از پتاسیم و فیبر که به کنترل فشار خون، تقویت عضلات و بهبود گوارش کمک میکنه. یه موز قبل از تمرین، سوختی ایدئال برای بدنت تا با قدرت بیشتری ورزش کنی و چربی بسوزونی. شماره 2 مغزها و آجیل‌ها. بادام، گردو، فندق یا پس تحریر کدوموشی بمب از مواد مغذی هستند. سرشار از چربی‌های مفید، پروتئین و آنتی اکسیدان که به سوزوندن چربی و حفظ سلامت قلب کمک میکنن. فقط یادت باشه مقدارش مهمه. یه مشت کوچیک در روز کافیه تا انرژی تو بالا ببره و اشتها رو کنترل کنه. و بالاخره شماره 1 مرغ گری شده، سلطان وعده‌های سالم و فیتنس. منبعی فوق‌العاده از پروتئین خالص بدون چربی اضافی و کاملا سیر کننده. این غذا نه تنها به عضله‌سازی کمک میکنه، بلکه سوخت و ساز بدنت رو هم بالا میبره. یه انتخاب طلایی برای هر کسی که دنبال تناسب اندام واقعیه. ممنونم که تا آخر این ویدیو با فیتا پتن همراه بودی. اگه این ویدیو برات مفید بود، حتما لایک کن و برامون بنویس کدوم غذا رو بیشتر دوست داری. یادت نره کانال رو سابسکرایب کنی تا ویدیوهای بعدی ما درباره تغذیه، تناسب اندام و سبک زندگی سالم رو از دست ندی. تا ویدیوی بعد، سالم و سلامت باشی.